حالا وقتش رسیده چشاتو باز کنی، نه با پلکات، نه با مردمکت، با یه جفت چشمی که زیر پوستت خوابیدن، چشمی که سالهاست داره میبینه ولی تو جرأت نکردی حتی یه بار بهش نگاه بندازی. میدونی چرا؟ چون حقیقت شکلش ترسناکه. چون اگه اون چیزی رو که پشت پرده این دنیا قایم شده ببینی، دیگه نمیتونی به این زندگی تکراری دلخوش بمونی. حالا وقتشه که از خودت بپرسی من کیم؟ اگه جسمم یه قفسه، کی داره از توی این قفس نگام میکنه؟ اون صدایی که هر شب قبل خواب توی گوشت میگه چرا اینجایی؟ چرا هنوز زنده ای؟ کیه؟ از کجا داره صدات میزنه؟ و چرا هیچ وقت جرأت نکردی جوابشو بدی؟ همین امشب یه کاری کن. چشمتو ببند، نفس نکش، تمام صداهای اطرافتو خاموش کن، به تاریکی مطلق برس. اگه خوب گوش بدی، یه صدای دور، یه پچ پچ آروم، یه زمزمه کهنه از قرنهای دور میشنوی که میگه حالا وقتشه، بیدار شو، خودتو از این چرخه جدا کن، تو مال این دنیا نیستی، تو از نسل خاموش شده ای هستی که خوابیدن رو بلد نبود. اونا میدیدن، حرف میزدن و قدرتی داشتن که 1000 سال تو خاک دفن شده. حالا وقتشه که انتخاب کنی، یا تو این قفس بمونی و پوسیده شی، یا دستتو دراز کنی و پرده رو کنار بزنی. اما حواست باشه، اگه پرده رو بزنی کنار، دیگه هیچ راه برگشتی نیست. تو حاضری؟ پس بیا.